بازیگری همونطور که از تعریفش پیداست یعنی ایفای یه نقش خیالی. وقتی یه بازیگر نقش یه شخصیت خیالی رو بازی میکنه و تظاهر میکنه که یه نفر دیگه است، باید ویژگی‌های اون شخصیت رو به نمایش بذاره، از طرز صحبت کردن و هوشش گرفته تا زبان بدن و مهارت‌هاش. مورد آخر یعنی مهارت‌ها، گاهی اوقات انتقال دادنش خیلی سخته و به همین دلیله که در خیلی از موارد بازیگرها واقعا مجبور میشن مهارت‌های جدیدی یاد بگیرن تا بتونن روی پرده سینما به طور متقاعد کننده‌ای به یه شخصیت دیگه تبدیل بشن. سلام، من حمیدرضا و توی این ویدیو میخوایم نگاهی بندازیم به چند تا از مهارت‌هایی که بازیگرها مجبور شدن برای ایفای نقش شخصیت‌های خاصی روی پرده سینما در اونها استاد بشن. اولیویا مان مهارت شمشیرزنی برای فیلم ایکس من آپوکالیپس. اولیویا مان بسیار زیبا یکی از چهاریار آپوکالیپس و یک شمشیرزن ماهر رو در فیلم ایکس من آپوکالیپس محصول 2016 بازی کرد. برای آماده شدن برای این نقش مان هر روز 6 ساعت تمرین طاقت فرسای شمشیرزنی رو تحمل می‌کرد و در هنر استفاده از شمشیر فوق‌العاده ماهر شد. اون مهارت‌های چشمگیرش رو توی یه ویدیو اینستاگرامی کنار رایان رینولدز به نمایش گذاشت که نقش ددپول رو در فیلمی به همین نام که اون هم در سال 2016 اکران شد بازی می‌کرد. با اینکه رینولدز هم برای اون فیلم شمشیر تمرین کرده بود، اما توی اون ویدیو اصلا حریف مان نمیشد چون شمشیرش از بادکنک ساخته شده بود. ناتالی پورتمن رقص باله برای قوی سیاه. ناتالی پورتمن نقش نینا سیرز رقصنده باله رو در فیلم تریلر روانشناختی درخشان قوی سیاه محصول 2010 بازی کرد و این ستاره آمریکایی واقعا برای این نقش رقص باله یاد گرفت. اون در حالی که همزمان روی پروژه‌های دیگه‌ای هم کار می‌کرد، هر روز حداقل 5 ساعت تمرین می‌کرد. پورتمن به نیویورک تایمز گفت: وقتی رسیدم اونجا و فهمیدم که اصلا نمیدونم دارم چیکار می‌کنم، مثل یه بیدارباش سخت بود. اگه میدونستم چقدر از آمادگی دورم، هیچ وقت امتحانش نمی‌کردم. خوشحالم که یکم بی‌اطلاع و مغرور بودم. البته این تمرینات قطعا نتیجه داد، چون این بازیگر برای بازی در این فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو به دست آورد. جوزف گوردون لویت بندبازی برای فیلم بندباز. در سال 2015 جوزف گوردون لویت نقش یک بیباک واقعی به نام فیلیپ پتی رو در فیلم بندباز بازی کرد. فیلمی در مورد بندبازی معروف پتی بین برج‌های دوقلوی نیویورک. گوردون لویت برای یاد گرفتن بندبازی واقعا با خود پتی کار کرد، چالشی که ازش لذت برد و خیلی هم براش مفید بود. گوردون لویت به اینترتینمنت ویکلی گفت: فیلیپ آدم خیلی خوشبینیه، یه متفکر خیلی مثبت و وقتی یه نفر باور داره که تو میتونی کاری رو انجام بدی، اون وقتی که خودت هم باورت میشه که میتونی انجامش بدی. و دقیقاً همون موقع است که واقعاً میتونی انجامش بدی، وقتی خودت رو باور داری. البته این بازیگر هنوز با ترس از ارتفاع یکم مشکل داشت. جسی آیزنبرگ تردستی‌های جادویی برای فیلم اکنون مرا میبینی. در فیلم هیجان انگیز و سرقتی ناو یوسیمی محصول 2013 جسی آیزنبرگ نقش دنی اطلس ملقب به عاشق رو بازی کرد. اطلس شعبده‌باز و تردست خیابانی مغرور و عضوی از گروه جادویی معروف به 4 سوارکار بود. و آیزنبرگ برای این فیلم واقعا چند تا تردستی جادویی و شعبده‌بازی یاد گرفت. آیزنبرگ در مورد چیزهایی که یاد گرفته بود گفت: از قبل از شروع فیلم بهتر شدم، ولی نه اونقدر خوب که بتونم در انظار عمومی انجامشون بدم. شخصیت من از 8 سالگی داشته تمرین می‌کرده، پس اون هر روز 8 ساعت در روز روی همون تردستی ها کار کرده. برای اینکه به خوبی شخصیتم بشم باید 20 سال پیش شروع می‌کردم. جنیفر لارنس هیزم شکستن و پوست کندن سنجاب برای فیلم استخوان زمستان. جنیفر لارنس در حال حاضر یکی از محبوب ترین بازیگرهای زن هالیوود و این سود به قله شهرت رو مدیون نقش برجستش در فیلم استخوان زمستانه. این درام محصول سال 2010 لارنس رو در نقش ریدالی نشون میده، یک دختر نوجوان که در مناطق روستایی آمریکا از کل خانواده‌اش مراقبت میکنه و به اونها مهارت‌های اولیه بقا مثل شکار و آشپزی رو یاد میده. برای این نقش لارنس یاد گرفت که چطور هیزم بشکنه و چطور پوست سنجاب رو بکنه. اگه صحنه‌ای که این کار دوم رو انجام میده رو ندیدین، پیشنهاد هم نمی‌کنم که ببینین، چون صحنه جالبی نیست. رابرت دانی جونیور ویولون برای فیلم چاپلین. خیلی قبل از اینکه رابرت دانی جونیور در دنیای سینمایی مارول به مرد آهنی تبدیل بشه، این بازیگر نقش یک چهره نمادین دیگه از دنیای واقعی رو بازی کرد. کمدین انگلیسی چارلی چاپلین در فیلم چاپلین محصول 1992 و اون مجبور شد برای این نقش یه مهارت خیلی جالب رو یاد بگیره. دانی جونیور برای به تصویر کشیدن دقیق این بازیگر یاد گرفت که ویولون بزنه و اتفاقا یکم هم تنیس بازی کنه و مجبور بود این کارها رو چپ دست انجام بده. بازی اون در این نقش براش نامزدی اسکار بهترین بازیگر مرد رو به ارمغان آورد، اما در نهایت و متاسفانه رقابت رو به آلپاچینو برای بازیش در فیلم بوی خوش زن باخت.
دنیل دی لوئیس ردیابی شکار و پوست کندن حیوانات برای فیلم آخرین موهیکان. دنیل دی لوئیس البته که به متد اکتینگش معروفه. این دلیل اصلیه که اون 3 تا اسکار بهترین بازیگر مرد رو برده. اما این ستاره انگلیسی برای به کمال رسوندن بازیش در شاهکار ماجراجویانه و درام آخرین موهیکان محصول 1992 پر و فراتر از حد معمول گذاشت. دی لوئیس به عنوان یک شکل افراطی از آمادگی برای بازی در نقش ناتانیل پو، ملقب به هاکای، پسر سفید پوست به فرزندی پذیرفته شده توسط آخرین رئیس قبیله موهیکان، واقعا به عنوان یک بقاجو در طبیعت زندگی کرد. این بازیگر در این فرآیند یک مهارت خیلی مفید هم یاد گرفت. اون یاد گرفت چطور غذای خودش رو شکار کنه. چنینگ تیتوم رقص تپ برای فیلم درود بر سزار. اگه فیلم‌های استپ و ماجیک مایک رو دیده باشین، احتمالاً میفهمین چرا برادران کوئن وقتی چنینگ تیتوم رو برای فیلم درود بر سزار محصول 2016 انتخاب کردن، فکر کردن که اون رقص تپ بلده. اما خب اشتباه می‌کردن و تیتوم ماه‌ها برای نقشش به عنوان بازیگر و رقصنده برت گرنی در این فیلم آماده شد. تیتوم در مورد این آمادگی گفته حدود 3 ماه برای این نقش آماده شدم. این بیشترین زمانیه که تا حالا برای یه سکانس 6 دقیقه‌ای توی یه فیلم آماده سازی کردم. تمرینات ما به کریسمس سال نو کشیده شد. برای همین کلی وقت داشتم که بذارم این مهارت کاملا برام درونی بشه. گذاشتم توی تعطیلات کاملا به خورد استخونم بره. وقتی در مورد چیزی استرس دارم، اونقدر تمرینش میکنم که احتمالاً دیگه سالم نیست. اما تا وقتی که حتی نصف و نیمه هم جواب بده، من در پایان اون روز طاقت فرسا خوشحالم. مارگو رابی حبس کردن نفس برای 5 دقیقه در فیلم جوخه انتحار. یه صحنه در فیلم جوخه انتحار محصول 2016 هست که لامبورگینی بنفش جوکر با خودش و هالی کوین داخلش سر از آب در میاره. جوکر فرار میکنه اما هالی نیمه بیهوش روی کاپوت ماشین از شیشه جلو بیرون مونده و بتمن باید برای نجاتش به زیر آب شیریجه بزنه. این صحنه فقط لازم بود که بازیگر مارگو رابی برای 1 دقیقه زیر آب باشه، اما اون به خودش تمرین داد که بتونه نفسش رو برای 5 دقیقه حبس کنه. اون به جیمی فلن گفت همش به پایین آوردن نرخ متابولیک بدن مربوط میشه. یه جورایی مثل اینه که زیر آب مدیتیشن کنی. این کاریه که غواصان آزاد انجام میدن، ولی فوق العاده است. من به 5 دقیقه رسیدم و با خودم گفتم میدونی چیه؟ این خیلی فراتر از چیزیه که فکر میکردم بهش برسم. آدریان برودی پیانو برای فیلم پیانیست. با توجه به داستان و البته عنوان فیلم پیانیست محصول 2002 نباید تعجب کنین که ستاره این فیلم آدریان برودی مجبور شد برای نقشش در این فیلم نواختن پیانو رو یاد بگیره. اون نقش پیانیست و آهنگساز لهستانی ولادسیلاو اشپیلمان رو بازی میکرد. چیزی که شاید غافلگیر کننده باشه اینه که اون تا چه حد برای یادگیری این مهارت پیش رفت. برودی برای این نقش کاملا متد اکتینگ رو در پیش گرفت و به BBC گفت آپارتمانم رو رها کردم، ماشینم رو فروختم، تلفن‌ها رو قطع کردم و رفتم. 2 تا کیف و کیبوردم رو برداشتم و به اروپا نقل مکان کردم. تلاشش قطعا نتیجه داد، چون اون برای بازیش در این فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو برد. اگه از ویدیو لذت بردین با یه لایک از من حمایت کنین و سابسکرایب کنین تا ویدیوهای جدید رو از دست ندین.